سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 7 ایون. در ابتدا سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله به پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی را بر دوش گرفت. شلیک کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین، بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر بردنش داخل بیمارستان. در پی میلیس‌های فربه افرادی صاحب دو شهروندی نیز از وظیفه در نهادهای امور داخلی تاجیکستان محروم می‌شوند. و قصه جوان 18 ساله که زیر پرچم مبارزه با فساد در اسلواک هزاران نفر را سرجم کرده است. ما در اینجا با آن خاطر جمع آمدیم تا بگوییم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کورپسیا در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد. تفصیل خبرها. بنا به گزارش‌ها در نتیجه دو حمله در شهر تهران که به پارلمان و دیگری مقبره آیت الله خامنه‌ای دستی کم 12 نفر به شمول 4 حمله‌ور کشته شدند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری و حمله ها را بر دوش گرفت. تا کنون درباره تعدادی قربانیان گزارش‌های گوناگون می‌رسند. کیومرثی عطا این حادثه ها را پیگیری کرد. ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا چند نفر گفتن 5 نفر رفته داخل، یه شلیک کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین، بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر بردنش داخل بیمارستان. این ساکن تهران حادثه تیراندازی به بنای پارلمان ایران را نقل می‌کند که روز 7 ایون صورت گرفت. بنا به گزارش‌ها در این حمله 8 نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ماموران امنیتی به محل حادثه شتافتند و راه‌ها را بستند. به گفته یکی از وکیلان 3 مرد مسلح با کلاشنیکوف و دیگری با تفنگچه حمله کردند. یکی از حمله‌وران خود را در طبقه 4 بنای پارلمان ترکانده است. خبرگزاری تصنیم میگوید که 4 نفر را در داخل پارلمان گروگان گرفتند. افراد مسلح و بمبگذاران مرگطلب همزمان مقبره آیت الله خمینی را هدف گرفتند و مقامات گفتند که حمله ها کار دستی تروریستان است. گروهی به نام دولت اسلامی با نشر بیانیه در اینترنت مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت. به گفته مطبوعات ایران کمش 3 حمله‌ور به مقبره آیت الله خمینی حمله کردند و سوی مردم تیر انداختند. حسین هاشمی شهردار تهران گفت که یک بمبگذار مرگطلب خود را ترکانده است و بقیه را ماموران امنیتی دستگیر کردند. حمله ها در تهران 1 ماه بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی سیاستمدار معتدل در انتخابات روز 19 می پیروز شد و دور دوم ریاست جمهوریش را شروع کرد. و یک وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که گروه تندروی دولت اسلامی هر روز برای ساکنان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه با تبلیغ پیوستن به این سازمان دهشت افکن بیشتر از 90,000 SMS یا پیامک می‌فرستد. جورخان مجیدزاده روز 7 ایون گفت طبق اطلاع بنیاد تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان از جمله تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت در کشور بیشتر از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی به معلومات‌های دارای خصوصیت تروریستی داشته دسترسی پیدا می‌کنند. و پارلمان تاجیکستان همین روز قانونی را قبول کرد که اجازه نمی‌دهد افرادی که شهروندی کشور دیگر را هم دارند در تاجیکستان افسر میلیسا باشند و یا در صف نیروهای وزارت امور داخلی خدمت کنند. در صورت حکم اجرا گرفتن این قانون، آن افسران میلیسا که در برابر شهروندی تاجیکستان مثلا تابعیت روسیه را دارند باید کار را در وزارت امور داخلی بس کنند. این قانون نه فقط به مقامات امور داخلی بلکه دیگر نهادهای امنیتی هم ربط دارد. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت بر اساس تغییراتی که به ماده 19 قانون میلیسا وارد گردید تنها شهروندان تاجیکستان می توانند در نهادهای امور داخلی فعالیت کنند. وی دلیل این امر را با وجود اطلاع سری دولتی داشته در فعالیت کارمندان میلیسا مربوط خواند. همچنین طبق این تغییرات فعالیت شهروندان خارجی، اشخاص بدون شهروندی هم در نهادهای امور داخلی کشور ممنوع شد. از این قبل در ماه دکبر سال 2014 در تاجیکستان سند تصویب شد که بر اساس آن شهروندان خارجی و اشخاص با دو شهروندی حق فعالیت در وزارت امور خارجه را ندارند. در ماه نوامبر سال گذشته چنین ممنوعیت در نسبت کارمندان نهادهای امنیتی تاجیکستان جاری گردید. همچنین طبق تغییرات با قانون درباره خدمت دولتی، مسئولان نهادهای دولتی نیز نمی توانند مقام دو شهروندی داشته باشند.
این طلبات به پزشکان و معلمان ربط نمیگیرد، زیرا این افراد کارمندان دولتی حساب نمییابند. تاجیکستان تنها با روسیه سند دو شهروندی امضا کرده و این سند از 29 دکبر سال 1996 عمل میکند. در ماه اپریل سال جاری مجلس نمایندگان تاجیکستان سند حقوقی را تصویب کرده و برای اشخاصی که دو شهروندی خود را پنهان می‌دارد به مقداری از 20 تا 30 نشان دهنده یا از 1 تا 1,500 سامانی جریمه پیش بینی گردید. ضمناً در سال جاری در قبال کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان مقررات نو انتشار شده و کارمندان میلیسه فربه و وزن زیاد داشته از صفای این نهاد اخراج خواهند شد. مردان محمد، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه. در وزارت امور خارجه تاجیکستان کتاب رخشانه رحمانова فرزند رئیس جمهور امام علی رحمان و سردار یکی از رئاست‌های وزارت را معرفی کردند. دفتر مطبوعات وزارت روز 7 ایون خبر داد که کتاب رخشانه رحمانова با نام اساسهای خدمت دیپلماتی در حضور دیپلمات‌ها و دانشمندان و متخصصان رونمایی شد. به گفته وزارت کتاب درباره سیاست خارجی تاجیکستان، همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگر بین المللی و منطقوی و تاریخ مختصر دیپلمات تاجیک است. رخشانه رحمانova ماه نوامبر سال 2016 معاون سردار ریاست سازمان‌های بین المللی وزارت امور خارجه تعیین شد. رستم عظیموف معاون اول نخست وزیر ازبکستان که در گذشته چند مذاکرات هیئت‌های تاشکند و دوشنبه را هم رهبری کرده بود از مقامش آزاد شده است. شوکت میرزیوف رئیس جمهوری ازبکستان رستم عظیموف را روز 6 ایون رئیس شرکت ملی ازبک اینوست تعیین کرد که به قول کارشناسان در کریر او زینه پایین‌ترین است. در این باره صحبتی داشتم با سیراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیوی آزادی. با سیراج الدین به برنامه ما خوش آمدید. سبب اساسی برکنار شدن رستم عظیموف که یک شخصی با نفوذ در عهد اسلام کریموف بود چی هست؟ باید بگوییم که پس از مرگ اسلام کریموف رئیس سابق ازبکستان در مجلس اول حکومت و پارلمان ازبکستان رستم عظیموف برآمد کرد و آشکارا اعلام کرد که او شوکت میرزیوف را به حیث میراثخوار سیاسی اسلام کریموف میشناسد و از مردم تقاضا کرد که شوکت میرزیوف را دستگیری کنند. پس از انتخاب شدن شوکت میرزیوف به حیث پرزیدنتی رئیس جمهوری، شوکت میرزیوف در یک چند جلسه آشکارا رستم عظیموف را انتقاد کرد در پیش همه و گفت که از کار او اصلا راضی نیست. این گویا باعث شده است که خود رستم عظیموف تقاضا کرده که او را از کارش سبکدوش کنند. البته امروز او رستم عظیموف به حیث رئیس ازبک اینوست، بزرگترین یک فاند اینوستیسیونی رهبر شده، تعیین شده. باید بگویم که این فاند را خود رستم عظیموف سال 1994 تأسیس کرده بود. و با نظر داشتی کدام خصلتش رستم عظیموف سالیان دراز یکی از افراد نزدیک به اسلام کریموف من تجربه اقتصادی یا سبب‌های دیگر؟ رستم عظیموف پسر شناخته عالم ورزیده شناخته ازبکستان، اکادمیسیان ازبکستان می باشد و سالهای زمان شوروی رئیس کمیته کمسمال دانشگاه دولتی ازبکستان بود و پس از فروپاشی اتحاد شوروی سال 1992 اسلام کریموف او را و اول رئیس بانک ملی ازبکستان، بعدا وزیر مالیه و بعدا معاون اول سروزیر کشور انتخاب کرد. و سیراج الدین در باره آینده او چی گفته می شود؟ آیا در مقام رهبری ازبک اینوست می ماند یا شاید از اینجا هم برود؟ خب سنش نزدیک به 60 است، فکر نکنم که او در این مقام زیاد بماند و گفتم ممکن است که رستم عظیموف از صحنه سیاسی ازبکستان رفت، ولی آیا برمیگردد یا نه اینا مشکل است پیشگویی کردن. تشکر زیاد. همکارم سیراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر سیراج الدین.
از عمر ادوارد کارلویچ کیویکیس، گنرال فینتابار ارتش روسیه پادشاهی که در زندگی تاجیکان بدخشان نقش داشته است، 150 سال سپری می شود. این گنرال سال 1893 در هیئت ارمیای روس به پامیر آمده مردم این منطقه را طور محققان زندگینامه او نگاشتند از ظلم افغانها و بیدادگری منصبداران امارت بخارا حمایت کرد. یارمو لویکنن نبیره گنرال کیویکیس که برای اشتراک در نمایشگاه عکس‌های پدر بزرگش به دوشنبه آمده است، از سبب‌های نزدیکی فوق‌العاده وی با مردم تهجویی گفت. او نوشته است من اینجا قدرتی بی‌محدود دارم ولی نمیخواهم آن را به گونه نادرست استفاده کنم. مردم تاجیک به من اعتماد کردند و من آنها را دوست می‌دارم. او از مردم عادی در برابر قانون‌های نادرست مقامات بخارا حمایت می‌کرد. و گزارش کامل را در این باره در وبسایت azadi.org تماشا کنید. دوید استراکا جوانی 18 ساله اسلواک است که حالا مکتب میانه را حتی ختم نکرده است ولی به یک سیمای مهم در صحنه سیاسی کشورش تبدیل یافت. او موفق شد زیر پرچم مبارزه با فساد هزاران نفر را جمع کند. در این باره همکارم ساجده میرزا تفصیلات بیشتر دارد. ساکنان اسلواکیا کشوری در اروپای شرقی علیه فسادکاری به خیابان‌های براتیسلاوا برآمدند. نخستین تظاهرات ضد حکومتی در ماه اپریل سازمانی یافت. حالا این گونه اعتراضها تکرار می شوند. این تظاهرات را دوید استراکای 18 ساله تشکیل کرد. او هنوز مکتب خوان است. میزان کروپسیا در اسلواکیا تحمل ناپذیر است. آنها در روی ما میخندند، به طلبات ما پاسخ نمیدهند و فکر میکنند که میتوانند هر چیزی را دلشان خواست بدزدند. من از این بیزار شدم. هر قدر تجمع به میدان مرکزی نزدیکتر می شود، همون قدر به کنسرت راک شباهت پیدا می کند. اما دوید استراکا حرفی برای گفتن دارد. ما در اینجا با آن خاطر جمع آمدیم تا بگوییم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کروپسیا در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد. صبح دوید در خوابگاه دانشجویان با صبحانه و چای آغاز می شود. طرح تظاهرات اولین را او با همراه دوستی همسبقش کارالینا فراسکا کشیده بود. کارالینا همین گونه راهپیمایی‌ها را در قسمت شرقی اسلواکیا تشکیل کرد. آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی دوستانشان را برای شرکت به تظاهرات دعوت کردند ولی تعداد شرکت‌داران یک بار افزود و مردم در سراسر کشور از آن باخبر شد. ما دو نفر خواستیم که تظاهرات را تشکیل کرده با این واسطه سهم خود را در مقابل کروپسیا در اسلواکیا گذاریم. خواستیم بگوییم که ما دانشجویان ضد این هستیم. اما غیر انتظار ما به یک نیروی پراقتدار تبدیل یافتیم و مسئولیت خود را احساس نمودیم. ما اکنون وقت خود را در مکتب کمتر می‌گذرانیم که این برای معلمان چندان خوشایند نیست. حکومت اسلواکیا در پاسخ گفت که با کروپسیا مبارزه جدی میبرد. اما با این وجود سروزیر کشور روبرت فیتسو تاکید میکند که مخالفان این موضوع را برای مبارزه های سیاسی استفاده میبرند. او در این باره هفته گذشته هنگام تعیین رهبری نوی نهاد ضد فساد صحبت کرد. این مسئله قبای سیاسی میگیرد. مشکل در آن است که نفر میخواهد با کروپسیا مبارزه برد و راه حل را پیدا کند. هر روز اتهام نو و بدون دلیل صدا میدهد. طبق حساب روزنامه‌نگاران اسلواکیا در سراسر کشور حدود 10,000 نفر به تظاهرات همراه شده است. احتمالاً این هنوز برای احساس خطر کردن حکومت کافی نیست، ولی برای کشوری که 5 میلیون اهالی دارد تشکیل تظاهرات در چنین سطح کاری ساده نیست. و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که این لحظه ما را همراهی کردید. اخباری بیشتر از این در وبسایت azadi.org و در صفحه ما در فیسبوک، اونجا با نام رادیو آزادی هستیم. شبکه ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد.